علی من این دسته رو بار میزنم. خب میرم جلو یه جا بهم بگو وایس. همینجا همینجا. بیا این کارت رو انتخاب کن ببینمش. آره ببینمش. دیدیش؟ دیدم. به دوربینم باید نشون بده. به دوربینم. آره من رو میکنم این بر. اوکی. خب دسته رو میندازم اینجا بهم بگو وایسا. همینجا بندازش. این دسته رو میندازم روی دسته. خب فقط کافیه که اینجوری کنم یه بشکن بزنم یه کارت بپره روی دسته و اون بشه کارت تو. باورت میشه؟ نه نمیشه؟ نه. کارت همین بود. همین بود. حالا یه بار دیگه من یه میندازم وسط دسته بره داخل. خب باز یه بشکن میزنم دوباره میپره رو. ببینم خب دسته. حالا وایسا دسته هم کامل میتونی ببینی. دوباره میندازم وسط دسته بره پایین. دوباره یه بشکن میزنم دوباره میاد رو. چی شد؟ ببین برای که بتونیم یه کمی حرفه‌ای تر کنیم میام این دسته رو اینجوری میکنم این کارتا این سری بر نمیگم همین مدلی که بدونی همینجاست که وقتی میاد رو ببین دسته رو انداختم روش درسته. الان فقط کافیه چی یه شد؟ تکون بدم و دوباره کارتا بیاد. چی شد؟ خیلی عجیبه نه؟ حالا ببین اینجا جالب‌ترش ببین نگاه کن خوب دنبال کن. این الان کارت روی دست است. درسته؟ خواهی دوباره ببینیش؟ این کارت روی دست است. درسته؟ خب میندازیمش اینجا. هنوزم اینجاست. درسته؟ اینو میدمش داخل. خب این دسته رو باز میکنم دوباره قراره بیاد روی دسته. خودت ولی خودش بره داخل. خوبه. الان نگاه کن. اینجا میگیرمش میارمش اینجا. خدایا. بیا این پیش غذا بود.